هلو گایز، امروز میخوایم در مورد پرزنت سیمپل یا همون حال ساده صحبت کنیم و یاد بگیریم چه زمانی و چطور ازش استفاده میکنیم. لطفاً شیر، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بریم با هم دیگه شروع کنیم. در حالت کلی ما 3 حالت زمانی داریم: past، now و future، یعنی گذشته، حال و آینده که پرزنت سیمپل که همون حال ساده هستش در زمان حال کاربرد داره. We use the present simple to talk about something that is always or generally true, habits and routines. در حال ساده درباره چیزهایی صحبت می‌کنیم که همیشه به طور کلی حقیقت دارن. مثل آب در دمای 100 درجه به جوش می‌آید. این حقیقت علمی هستش. یا گربه‌ها آب دوست ندارن. این یه حقیقت عمومیه که معمولاً هم درسته. برای برنامه‌ها و زمانبندی‌های ثابت مثل حرکت قطارها، زمان پروازها و کلاس‌های درس از حال ساده استفاده می‌کنیم. و همچنین برای بیان عادت‌ها و روال‌های روزمره هم از حال ساده استفاده می‌کنیم. I go for a run every morning یه روتینی هستش که ما هر روز صبح داریم انجامش میدیم. خب میرسیم به ساختار جمله ها. میدونیم که 3 نوع جمله داریم: جمله مثبت، جمله منفی و جمله سوالی. فرم ساختار جمله های مثبت در پرزنت سیمپل به این صورته: سابجکت به اضافه فعل اصلی و ادامه جمله. اما یه نکته‌ای در جمله های مثبت پرزنت سیمپل وجود داره. این هم اینه که اگر سابجکت ما he، she یا it باشه به فعل اصلیمون s یا es اضافه میکنیم. همچنین بعضی فعل ها مثل فعل study y تبدیل به I میشه و بعدش es اضافه میکنیم که به نظر من فقط با تمرین و تکرار این فعل ها رو میتونید یاد بگیرید. به این مثال توجه کنید. چون سابجکتمون آی هستش فعل اصلیمون بدون تغییر نوشته شده، اما زمانی که سابجکتمون هی هستش به فعل اصلی اس اضافه میکنیم. و اما ساختار منفی در پرزنت سیمپل. برای ساختار منفی ما از don't یا doesn't استفاده میکنیم. همونطور که میبینید سابجکت به اضافه don't یا doesn't به اضافه فعل اصلی. اگر سابجکت ما she، he یا it باشه از doesn't استفاده میکنیم. به مثال ها توجه کنید. I don't like coffee. برای اینکه سابجکت ما I هستش از don't استفاده کردیم. اما تو مثال بعدی میگه she doesn't like tea. چون سابجکت ما she هستش از doesn't استفاده کردیم. همونطور هم که میدونید do not مخففش میشه don't و does not مخففش میشه doesn't. خب بعد از صحبت در مورد ساختار جمله‌های مثبت و منفی در پرزنت سیمپل باید به یه نکته خیلی خیلی مهم توجه کنیم که به نظر خیلی ساده هست اما جزو یکی از مکررترین اشتباهات رایج زبان آموزانه. ما گفتیم که در جمله‌های مثبت زمانی که سابجکت ما he، she یا it باشه به فعل اصلیمون میایم s یا es اضافه میکنیم. توجه کنین این اتفاق در جمله منفی رخ نمیده. یعنی در جمله های منفی فعل اصلی همیشه به شکل ساده میمونه. به مثال توجه کنید. He plays football. جمله مثبته و ما سابجکت he داریم، پس میایم به فعل اصلیمون s اضافه میکنیم. اما داخل جمله دوممون وقتی میگه he doesn't play football اشتباهه، چون ما همین الان گفتیم در جمله های منفی فعل اصلی همیشه به شکل ساده میمونه، پس جمله سوم ما درسته. he doesn't play football. he داریم و فعل اصلیمون بدون هیچ تغییری اومده. این نکته بود که باید خیلی توجه کنین بهش. و اما ساختار سوالی کردن جمله ها در پرزنت سیمپل. کافیه که برای سوالی کردن دو یا داز به اول جملهمون اضافه کنیم. برای مثال Do you like tea؟ چون سابجکتمون یو هست از دو استفاده کردیم. یا
does she play football. چون سابجکتمون she هست از does استفاده کردیم در اول جمله. استفاده از قیدهای تکرار در present simple. always, usually, often, sometimes و never قیدهای تکراری هستن که در present simple کاربرد دارن. این قیدها نشان میدن که یک کار چند بار اتفاق میافتد. جایگاه قیدهای تکرار در جمله خیلی مهم هستش. اگر فعل اصلی باشه پس قید تکرار قبل از فعل اصلیمون میاد. به مثال ها توجه کنید. wake up و eat میشه فعل اصلی، پس قبل از فعل اصلیمون میایم از قید تکرار استفاده میکنیم. اما اگر فعلمون فعل am is are باشه بعد از این فعل ها میایم از قید تکرار استفاده میکنیم. مثال زیر ببینید بعد از is always اومده، بعد are sometimes اومده. نکته‌ای هستش که باید بهش توجه کنید. خب یه روش خیلی سریع وجود داره که زمانی که میخواین صحبت کنین تشخیص بدین که آیا باید از پرزنت سیمپل استفاده کنین یا از زمانهای دیگه. من اینو اومدم فقط الان براتون در مورد پرزنت سیمپل گفتم چون اصلا درس این جلسه‌مون در مورد پرزنت سیمپل بود. در واقع نیاز بودش که من بیام اینو با زمانهای مختلف براتون مقایسه کنم، ولی چون نمیخواستم گیج بشین در حال حاضر این کار نکردم. فقط در همین حد بدونی که توی این روش شما میایین جمله‌تون رو منفی میکنید، یعنی هر جمله‌ای که میخواین استفاده کنید تو حالت منفی استفاده میکنید. اگر تو حالت منفی از don't و doesn't استفاده کردید بس جمله‌تون پرزنت سیمپل میشه. یعنی مثلا من میخوام بگم من قهوه دوست دارم یا و اینو منفیش میکنم، میگم تو حالت منفیش میشه I don't like coffee، پس تو حالت مثبتش درستش همون پرزنت سیمپله چون از don't استفاده کردم، میگم I like coffee. چرا این روش مفیده؟ به خاطر اینکه سریع متوجه میشین جمله‌تون حال ساده هستش، کمک میکنه مکالماتتون خیلی سریع‌تر و دقیق‌تر باشه و همچنین اشتباهات گرامریتون رو خیلی کاهش میده. خب و در آخر تمرین. در این جمله 5 اشتباه پنهان شده. جواباتون رو برام کامنت بذارین ببینیم کی هم اشتباهاتو میتونه پیدا کنه. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی دارید تو کامنت بپرسین، حتما بهش جواب میدم. برای ویدیوهای بیشتر کانال ما رو دنبال کنید. تا ویدیوی بعدی، فعلا.